که اشاره کردی. بله هر جا باشم دلم واسه اونه، روز خورشید واسه شب میمونه، کی اصلا دیده شب بمونه، الانم سختمونه ولی میرسیم به جا. اینا هیچ ابری تو آسمون نیست. کلا اکرم هیچ اعتقادی به ترمز نداره. یعنی نه وایسا بسا حرفم تموم شه. یعنی خیلی مقاومت داره رو ترمز گرفتن تا جایی که بتونه ترمز نمیگیره دیگه. مثلا بخواد بخوره به این ماشین جلویه دیگه لطف میکنه ترمز میگیره. اکرم لطفا فقط جلو رو نگاه کن. اصلا من یکی از اخلاقایی که داره وقتی صحبت میکنه به همه جا نگاه میکنه جز جاده. و حتی برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه، اون ور رو نگاه میکنه، من رو نگاه میکنه. رسالت من اینه که شما رو به خدا نزدیک کنم. من به خدا نزدیکم دیگه. انشالله که سریع سالم میرسی. دعا کنید. خب اینجا رسیدیم کردکوی. اینم میدون کردکوی. میدون ساعت بکنم نه کلا از گرگان تا کردکوی 15 کیلومتر درسته؟ چند رفتی؟ آره اشتباه نکنم. البته این داره میره سمت ساری تهران. الان میگن که شما معلومه 10 بار رفتی، 100 بار رفتی. اینو همه ورودیاش همین تو از اینجا میریم. حالا یمنی در یمنی از اینجا میریم. آها باش. مطمئنی اکرم؟ بله با سلام خانم درازنو. این ورودیش هست؟ نه از اونجا رد کردم گفتم از اینجا ورودی میشه مستقیم من بالا. آره رفتم گفتم شاید از اینجا هم بشه. بوی دماغ سوخته میاد. ولی میشد. بوی دماغ سوخته میاد. یعنی دوست داشتی اصلا تنوع بدی نه؟ مثلا دوست داشتی این سری از این مسیر بفرمایید. ببین اولیش بودا. این آقا اومد. بی بد کل مسیر رو کنم باید رو صدات بوق بذارم. اینو باید از همین مسیر همیشگی میرفتیم. آره من گوش نکردم. من بلد نیستم. تو که بلدی. این هم مسیرشه. میریم اون بالا. از اونجا براتون کلی فیلم میگیرم میذارم. یاران موزیکیلا با سومین اپیزود وینتج از لیروی پروازی به گذشته خواهیم داشت. همسفر این اپیزود اینجا هم یعنی سبقت میگیری؟ توی این جاده چرا باید سبقت بگیره اکرم؟ با گوشی اصلا کار نداشته باشه اکرم موقع رانندگی. گریه کن گریه قشنگه دل تنگه.
پلیس بودن. پلیس چیکار داره؟ اگه یه روز بری سفر بریز پیشم بی خبر از یاری چرا میری تنها می آب جوش بگیریم آتیش آماده بشه. چای همیشه باید به راه باشه. چه اکرم معتاد چاییه. فقط چای. اکرم چای بده دیگه، بهش هیچی نده، نه غذا بده نه نون بده. ببینم چی گرفتی؟ خوبیش اینه اکرم رژیمه. اینه چیه رفتی گرفتی واقعا؟ من خورما آوردم. خب این مسیر رو دوباره یکم باید برگردیم پایین چون اکرم خانم باید بره سرویس بهداشتی. خب معلومه دیگه یه چایی میخوری و نیاز به سرویس بهداشتی داری. سلام هاپو، خوشگل. بیا بریم بیا. یکی هم اینجاست. یکی هم اینجاست. این گوشه شده. نیست اینجا؟ اگه با ماشین چجوری میخوایی بری اونجا؟ بیا برو. صدای دارکوب میاد، فکر کنم پیداش کردم کجاست. دیدی؟ همش هم در حال فیلم و عکس گرفتنم و هیچ کدوم نه، خیلی کم اونا رو تو اینستا میذارم، یه سری ها اصلا نمیذارم. دوست داشتم که یه خورده واقعی تر، یه خورده خودم باشم. بیام تو یوتیوب اکرم خیلی بد داری میری غلط کردی. به خود شما کنار شوماخر نشستی، داره تو اون لاین میره، اونم توی این جاده به این باریکی. از اون ببین اگه اومدین درازنو مراقب پیچاش باشین و با یه راننده خیلی مطمئن بیاین، با حرکتی پانشین نیاین مثل من. شما به من اطمینان داشتی اومدی عزیزم. دفعه چی؟ نه من به تو اطمینان ندارم. من هر بار اومدم باد همیشه اشهدم خوندم، همیشه وصیتمو کردم، نصیحتمو کردم بهت که آروم برو. گفتم من اونجا چشم انتظار دارم اکرم. شما با منی در یمنی عزیزم، کنار یه شوماخر نشستی. بس
شدی من قانع شد. من تا تصادف نداشتم پیش به من زد. به خدا دلش به حال مادرت میسوزه، به حال اینو موافقم. مامانم دعای مامانته که تو رو سالم نگه داشته. من فقط برم توی هاردم از تصادفا، از اون جاهایی که قرار بوده ما به فنا بریم و خدا روش طرف ما بود. اصلا همین صفحه پیش ما رفتیم کجا رفتیم؟ زیارت. رفتیم زیارت. تجربه با ماشین نداشتم. بذار دوباره رو برگردم از اون بر بگیرم. بله داشتی میفرمودیم. داشتم میگفتم بابنی در یمنی. اکرم این چیز جدید بگو، اینو زیاد گفتی. کنار شما خیلی این هم خیلی تکراریه. این چیزی بگو بهت بیاد. خیلی سر به هوایه فقط. غلط کردی. سر به هوا باشم باید بزنم دیگه جایی. ما خیلی صمیمی هستی. مسیر مستقیم دره هم داره با تو. نمیبینه دیگه. داره میباره نمیبینی ته راهو میبینم مثل یک کولی داغون یه چشمم عشق اون چشمم یه آلا خون و بالا خون دعای قلب مجروحم اگه پشت سر یکم آخ ماشین کجه. در باز اکرم داره ماشین میاد. اینجا رو ببینید. خب اینجا جاده درازنو. چه سکوتی، فقط صدای ماشین میاد. حالا تهوع گرفتم اکرم. انقدر تکام صدام گرفت. انقدر که تکون خورد. تلاش کن که بخوابی تو مثل برده باید اینجا بشینیم. آره وسط را کسی نگفت نباید که از نهان بسوزی. رسیدی
ولی هر بار که اومدیم این پایین ابر بود، یادته اکرم؟ ولی ببین اینجا الان همه جا دیده میشه، همه شهر، همه روستا، نمیدونم دریا اون دریا، ببین آره این دریا. و امروز خیلی هم شلوغه. ای خدایی من یه سری آدم ها رو درک نمی کنم که اومدن توی طبیعت با خودشون اسپیکر آوردن، میکروفون آوردن، دارن آلودگی صوتی ایجاد میکنن. نمیدونم میشنوید یا نه. نظر شما چیه اکرم خانم؟ در رابطه با منم معترضم. آدمای بی لول. ما الان مجبوریم که جامون رو عوض کنیم بریم یه جایی که یه خورده آروم‌تر باشه. میکروفونم گرفتم. میگم میکروفونم گرفتم. با صداهای ناهنجار. این کار مراسمه. دیجی لذت میبریم از این. خب ما بریم در بزن وسیله ها رو خالی کنیم. خیلی ببخشید. چه نمیشه؟ زورت نمیشه. کاملا ارگانیک از تولید به مصرف. همیشه بزنم اینو یا بزنم یکم بپزه؟ نه بذار یکم چی بشه؟ اینا رو بزن. تخم ماد نره توی املت. دیگهش کنم گوشنمه. صبحونه ساعت 9 میچسبه، ما داریم ساعت 9:30 میخوریم. خدایی اینم از املت اکرم پز، اینم از منظری که اکرم ویوره. این ماسخوری ها نمیدم نه یه چیزی نیاوردن. ما یه همسایه داریم اینجا بغلمون نشستن
و همسایه این و چی میگی؟ این همسایه دنبال مشتریه سریع طرف برچسب و اینا یا ماشین تو برات برچسب میزنم و شیشت رو دیدی کنم. خوبه دیگه. ببین میگم بازاری بابا نگاه ما اصلا نمیخوایم آهنگای شما رو گوش بدیم. چرا انقدر زیاد میکنین؟ برسم تو باشگاه؟ نه تو باشگاه از اون روغنش چف میزنه اون چوبیه. واقعا من نمیدونم اصلا داره سرم درد میگیره از آهنگاشون. الان میرم باشم. نه ولش کن. نه اصلا خب تو خودت میخوای گوش کنی ما نمیخوایم آقا. نه آهنگای محلی گذاشته بودم. اینا واو چی میکنه این خودش از دستمزد خودش تعریف چی میکنه. لقمه بهشتی ترکیب سمی پیاز هم گذاشتی؟ پیاز میزم گرفت. اینا همچنان دارن اکرم یعنی لقمه گرفتن هم استوری گذاشتن داره، عکس گرفتن داره. لقمه سم این ترکیب اینجا نمیتونی تو این ویو بخوری که هیچ وقت. این همسایه تو اکرم میخواد بری بهشون بگه صدا ضبطشون رو کم کنن. میخوام بهشون تذکر بدم که شما اومدین طبیعت چه اصراری دارین دیگر آهنگ شما رو گوش کنم. در حین رفتن انرژی هم بگیر. فقط لطفاً فقط ببین دعوا بگیره من نمیرم و دعوا بشه من نمیرم. الان دارم بهت میگم. رفت بهشون چیز بده، تذکر بده. خب اگه باشعور باشن قبول میکنم، اگه نه پروازی در میارن. یه خورده کم کردم ولی یه کم ازشون دور شدم بیشتر. آره متوجه شدم. نه بازم خوبه. سهم دار خوبه. ماموریت موفقیت آمیز بود تا حدودی. اکرم رفتی اونجا بهشون چی گفتی؟ خواهش کردی؟ تو رو خدا من رو زده نکن. نگفتم که من با دوستم سلام. شرط گذاشتم. شما احوال شما خیلی خوش اومدیم به جای به این زیبایی لطفاً. گفتی اینو؟ نه دقیقا نه نه. همون چیزی که بهشون گفتی رو به من بگو. گفتم سلام خوبین وقتتون بخیر. به تک تکشون سلام کردم. بعد گفتم میشه لطف کنین صدای ضبطتون یکم کمتر کنین، خودتون سرتون درد نگرفت کنار ضبطین. باشه چشم. دوستم خیلی مؤدبه. حالا یه وقتایی تو ماشین دیو میبینید پشت میده من صداشو دوب میذارم، حالا زیاد به اون توجه نکنید ولی خیلی مؤدبه. این چایی که اکرم ریخته من نمیدونم اگر توش چیزی ریخته. اینجور مواقع اصطلاحی میگم زشته. آره قهوه هم آوردم، قهوه رو
بخوریم. به قهوه نیست، لات هست. میخوری؟ من چای فقط. خورما میخوام، من قهوه‌مو با خورما بخورم. الان میافتاد. توی همتون خالی. ولی دقت کردی؟ اکرم آهنگو قطع کردن، چقدر فضا واقعا آرامش بخش. آرامش بخش، یه سکوتی. الان تازه میفهمیم کجا اومدیم. واقعا. ولی با اینکه خورشید تو آسمون آفتابه ولی سوس خیلی دارم. خنکه. بادش سوس داره. یخ کرده. من یخ کردم. اینم از دریای خزر. اینجا سایت پروازم هست، سایت درازنو که پرواز میکنم با پاراگلایدر، میرن تا پایین. یعنی هر کی بخواد سوار شه باید بیاد باید با ماشین بیاد درازنو سوار شه، بعد یکی بره اون پایین سمت کورتکو دنبالش. اینجا ارتفاع حدوداً 2600 متر از سطح دریاست. اینم که دریاست، اینم که افق. اینم از طبیعت اینجا. خدا شکر خلوت شده، سکوت برگشته. دیگه موقع رفتنه، باید وسیله رو جمع کنیم. خیلی دیگه داره سرد میشه. سرد شده خدا. فقط لطفا وقتی میاین جنگل بعدش آشغالاتون رو باید جمع کنید. خیلی آشغال ریختن اینجا. آشغال میاین اشغال میکنین، تفریح میکنین، آشغالاتون رو به امان خدا تو طبیعت ول نکنید. پرسی ما کو؟ پرسی ما گنده. بعضی ها میگن نه چی میشه و اینا، ولی خب زیبایی از بین میره دیگه، تجزیه نمیشه. بله. دیگه اینقدر سرد شده دستمون جون نداره، خیلی یخ کرده. بالاخره موفق شدی؟ دستم یخ گرفت. دیگه همه دارن جمع میکنن که برن. خیلی سرد شده، ساعت حدوداً 5. یه جمع جور کردیم که بریم. کم کم جمع داره خلوت میشه، آفتابم که داره غروب میکنه. همین دیگه. سر اومده بودیم اینجا ابر بود تا اینجا، یادشه؟ آره خیلی سرد شده. آره دیگه سوز داره.
ببین آشغالاشون هم اینجا میندازن میرن. اینجا چقدر آشغاله. پوشک بچه‌شون هم اینجوری انداختن اینجا. به امون خدا. حیف نیست خدا وکیل تو این طبیعت به این خوشگلی. خب اینم از ویدیوی یوتیوب من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه همینجوری واسه دل خودم گرفتم. من هیچ تجربه‌ای ندارم و هیچ ادعایی هم ندارم. همینجوری گرفتم که تو پیجم بمونه، تو کانالم بمونه. انشالله ویدیوهای بعدی حرفه‌ای‌تر میشن و کلی جای خوشگل میریم. یواش برو. آخ 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 خاک تو سرت. نزدیک بود بزنی. تو خیلی رفت و نگاه کن لنگای چرخت اونوره. دوست داشتین لایک کنید و سابسکرایب کنید. مرسی. تا ویدیوهای بعدی. خدافظ. خدافظ. باید دلت رنگی بگیره، ما را رنگی بگیره رنگ اون بیاری، یه توش منو تنها نذار.